طرح نو شده قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها روز 28 آگوست نخست در اجلاسی مجلس ملی و بعد از ظهر از جانب پرزیدنت امام علی رحمان تصدیق شد. قبول این قانون اهل جامعه تاجیکستان را موظف میکند که در معرکه ها زبان و لباس ملی را رعایت کنند. اعضای مجلس ملی در شرح علاوه نو به قانون میگویند طلبات مربوط به لباس به جشن و معرکه ها ربط گرفته و در زندگی همروزه تطبیق نمی شود. مقصد از وارد نمودن علاوه مذکور پیش از همه ارزگذاری به زبان دولتی و فرهنگ ملی بوده. اون جهت پیشگیری واردشوی فرهنگ‌های بیگانه که زیر تاثیر روندهای جهانی شوی، اینچنین حزب و حرکت‌های افراطی و دولت و ملت‌ها هرچی بیشتر تحقیر می‌نماید روانه گردیده است. تحریر قانون در رابطه با سر و لباس در حالی است که در 2 هفته اول ماه آگوست در سراسر تاجیکستان رید فهماندهی فرهنگ لباس ملی برگزار شد. کمیته زنان و عائله تاجیکستان که مسئول برگزاری این رید می باشند گفتند تنها در پی کار 2 گروه فهماندهی با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دادند و اکثر آنها برای تغییر لباس موافقت کردند. ولی این ریدها و هم وارد کردن معیار نو به قانون در زمینه پوشیدن لباس را فعالان حقوق بشر خلاف به کنستیتوسیه و پایمال کننده حقوق شهروندان مینامند. ایده از ساکنان شهر دوشنبه از تلاش‌های دولت برای احیای لباس ملی و گسترش آن در جامعه کشور استقبال کرده و گفتند که هر کشور با لباس ملی خود به جهانیان معرفی می شود، ولی این امر نباید مجبوری بلکه اختیاری صورت گیرد. لباس ملی دیگر که کل جهان با همه لباس ملی دارند ولی هیچ کس نیست که مجبوری باشد بیرون بپوشند. نه همش که نمی شود. لباس ملی هم ترقیات هست ولی من فکر میکنم که مقابل این قانون نیستم ولی مقابل آن هستم که برای هر روزه و مجبوری پوشیدن. مقامات تاجیکستان حتمی شدن پوشش لباس ملی را نوعی مقابله با گرایش به عقیده‌های افراطی مذهبی و فرهنگ ملی بیگانه عنوان کردند که از پوشیدن لباس بیگانه شروع می شود. حکومت تاجیکستان پوشیدن لباس مذهبی نظیر حجاب و سطر و دیگر نمونه‌های مانند به این را همچون نشانه بیگانه پرستی و افراطی شوی جامعه انتقاد می‌کنند. در پی این مسئولان وزارت فرهنگ میگویند که یک کمیسی ویژه از جمله نمایندگان نهادهای مربوطه دولتی نمونه‌های لباس‌های ملی را مشخص و پیشنهاد خواهند کرد.